روماتیسم و یا درد مفاصل از قدیم الایام در طبابت شناسایی گردیده که تعداد واقعات آن نیز نسبتاً بیشتر در جوامع رو به انکشاف دیده می شود. در شهر کابل دکتران امور طبی نیز تایید می نمایند که به مراکز صحی مریضان روماتیسم مراجعه می نمایند. اکثرا از مریضان روماتیسم از درد مفاصل، شخم ماندن مفاصل، ورم و یا پوندیدگی دست و پاها شکایت می نمایند. این خانم بزرگسال که به شفاخانه علی‌آباد شهر کابل مراجعه نموده از درد مفاصل دستان و پاها شکایت دارد که اخیراً برایش تکلیف قلب نیز پیدا شده است. اینجایم درد میکنه. من دایدیست من 3-4 ماه شده. دوا میده دیگه، امید به خدا. دستکای خود کج نشده؟ نه دستم کج نشده. اگرچه در افغانستان برای تداوی روماتیسم یک مرکز جداگانه و آمار دقیق مسابین به روماتیسم موجود نیست، ولی در تمام سرویس های داخله شفاخانه ها مریضان روماتیسم برای تداوی مراجعه می نمایند. به قول دکتران سبب مرض روماتیسم تا هنوز به صورت دقیق شناسایی نگردیده است، ولی مطالعات ژنتیکی رول ارثیت را رد نمی کنند. اعراضی که مریض دارن و اکثرا اینجا مراجعه میکنن از درد مفاصل که درد مفاصل به صورت متناظر یا دو طرفه و اکثرا اطراف علوی دست ها مصاب میشه، اکثرا مفاصل بند دست موجود است، مراجعه میکنن. ضمن در پالی درد مفصل التهاب یا تورم یا پوندیدگی که در مفصل وجود داره این هم موجود می باشه که وصفی به این مرض. به قول دکتر بهیر شیوع روماتیسم در مردان 1% و در زنان 3 برابر بیشتر می باشد که مرض روماتیسم به گونه آنی و تدریجی در مریضان پیدا می شود. متاسفانه در کشور ما تو ارقام وجود نداره، با آن هم مریضا زیادتر افراد طبقه اوناس می باشه و در هر فصل سال علل خصوص فصلایی که هوا سرد میشه و مریض زیادتر کمتر تحرکاتشون کمتر میشه زیادتر میشه. به گفته دکتر بهیر در اکثر مریضان کجی مفاصل و استخوان‌ها دیده می شود. همایون شعیب، تلویزیون آشنا، کابل.